در امریکا تحقیق حادثه کشتار یک شارح و فعال راستگرا چارلی کیرک شروع شده است که دیروز در یک مراسم در دانشگاه یوتا رخ داد. کیرک یک همپیمان با نفوذ پرزیدنت جمهوری خواه دونالد ترامپ و مؤسس سازمان محافظه‌کار و سرطرفدار جوانان با نام نقطه گردش امریکا بود. در نوارهای ویدیویی دیده می شود که کیرک در میان ازدحام بزرگ مردم سخنرانی می کند و در همین لحظه هدف تیر قرار می گیرد. حاضران از این حالت وحشت زده می شوند. کیرک و سازمانش نقطه گردش امریکا برای تبلیغ جوانان در ماه نوامبر سال گذشته بسیار فعال بود و نقش بزرگ داشت. حادثه کشته شدن چارلی کیرک را روز 10 سپتامبر پرزیدنت دونالد ترامپ هم در صفحه خود در شبکه اجتماعی تراست سوشال خبر داد. هموطنان بزرگ امریکایی هم از خبری سوء قصد به جان چارلی کیرک در کالج یوتا قلبم پر از غم و خشم شده است. چارلی میلیون ها نفر را تشویق کرده است و امشب همه آنهایی که او را می‌دانستند و دوست می‌داشتند وحشت زده شدند. چارلی یک وطن دوست بود که حیاتش را برای ایجاد مباحثه‌های باز و هم برای کشوری دوست داشته‌اش امریکا قربان کرد. او برای آزادی، دموکراسی، عدالت و مردم امریکا مبارزه برده است. او یک فدایی راه حقیقت و آزادی است. بعد نشر این اظهارات ترامپ پرچم ایالات متحده امریکا در بنای کاخ سفید تا نصف پایین آورده شد. کیرک و سازمانش نقطه گردش امریکا که آن را بزرگترین سازمان محافظه‌کار جوانان در این کشور مینامند برای جلب رای دهندگان جوان طرفدار ترامپ در انتخابات ماه نوامبر نقش مهمی بازیده است.